ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 50-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. تفاوت صحبت‌ها و جمع آمدها، مناظره و مبادله افکار بین حجره قاری عثمان و میرزا اشرف صندوقساز در آن بود که در حجره میرزا اشرف صندوقساز بیشتر نمایندگان گروه و یا طبقه های مهنتی، کاسبان و هنرمندان گوناگون کسب جمع می آمدند. البته در چنین جمع آمدها مبادله افکار و صحبت نمودن با این قبیل آدمانی مختلف هنر و گوناگون کسب و حتی بیکارانی سرسری گرد برای عینی خیلی فایده‌ناک و سود بخش بودند. او در این باره این طور نوشته بود: در اینجا در حجره میرزا اشرفی صندوقساز آدمانی گوناگون از طبقه های گوناگون و از هر گونه کاسبان یا بیکارانی سرسری گرد غون می شدند که من هم به آنجا می رفتم. برای تفصیلات کتابی علاهیده در کار است. فقط همین قدر را می گویم که برای آموختن زندگانی آن زمان این صحبت ها به من فایده کلان داد. عینی کلیات جلد 1 صفحه 49. جمله های آخرینی در قوسین بوده نه تنها موادی مفید برای روشن گردیدن بعض لحظه های تاریک ترجمه حال عینی یاری می دهند، بلکه آنها بعض لحظه های فعالیت اجتماعی، ایجادی، ادبی و بدیعی و تصویر سیماهای گوناگونی نمایندگان عامه مهنتکشان را در اثرهای بدیعی، پوبلیسیستی، تاریخی و علمیش روشن می‌گردانند. از اینجا روشن می‌گردد که نویسنده آینده ابرزهای نمایندگان طبقه‌های گوناگون اجتماعی امارت بخارا از جمله کاسبان، هنرمندان، بناکاران و بسیار دیگر گروه و طبقه‌های جمعیت که در بین آنها بیکارانی سرسری گرد کم نبودند و زندگی مرکب و پرپیچ و تاب آنها را هنوز در همین حجره ها از نزدیک و از داخل بی واسطه آموخته بوده است. و ضمن این عینی آیندگان را آگاه می سازد که در زمان استبداد امیری در بین عائله ها، گروه ها و طبقه های مهنتی قاری عثمان، میرزا اشرفی صندوقساز برین صدها هنرمندان و کاسبانی با معرفت و با سواد موجود بودند که با اعتراضات، مخالف مفکوروی و ناراضگیشان با حکمرانان وقت ساخت امارت بخارا را به لرزه می در آوردند و بهر بخت و سعادت عامه مزدوران جد و جهد، سعی و کوشش و تلاش می نمودند. در گذشته سیدای نصفی، بینایی، قصاب برین یک زمره شاعران از بین همین طبقه هنرمندان شهر برآمده بودند. در همان سال تحصیل 1896 1897 و در روزها و ماههای تعطیل آن سالها عینی و شریک درسان و دوستان او با علاقمندی با ملا امان
شاهدی فاجعه خونین در مثالی با همه وحشانیت و عذاب و عقوبت کشته شدنی صدرالدین عینی کلیات جلد 7 صفحه 410 عرابکش با تهمت ملایان جاهل و بی فرهنگ می شوند. صاحبان شریعت جنبوری مردار، مختار خواجه مار، قاری سمی نابکار، عبدالرحمن رفتار همانجا جلد 7 صفحه 401 و قیام مخدومی هرزگردی مردار همانجا جلد 7 صفحه 402 با گفتی ملا امان از نام دین یک آدم را با وحشانیتی چشم ندیده و با عذاب و عقوبتی گوش ناشنیده نابود کردند. همانجا جلد 7 صفحه 402. همه این گونه سخنان و مشاهده های عینی و مخصوصاً تصویری لحظه سنگسارسازی عرابکشی بی گناه نفرتی او را و چنین کردارهای خونخوارانه ملایان و ساختی امارتی بخارا زیاد نمودند. صدرالدین عینی احساس و درک می کند که در آن دوران زندگانی و تحصیلش در مدرسه ملا امان بر این توبه دهنده گله گرگانی در رنده همراه 5 نفر آدمی مسلح نیز موجود بودند. همانجا جلد 7 صفحه 403 که به جلادانی امیری هجوم کرده یک جلاد را کشته دیگری را مجروح گردانده 3 نفری دیگرشان را گریزانده مرده پاره پاره شده عرابکش را به نمد پیچانده به درون نیزاری قلعه در آمده رفتند. همانجا جلد 7 صفحه 399. عینی درستی این تخمین خود را بعد از مصاحبه های چندین کرته خودش و تمام دوستانی هم سبق و هم فکر و عقیده اش با جمله های ذیل جمع بست کرده است. از گفته های ملا امان اشتراک کنندگان صحبت به خوبی پی بردند که مصلحت دهنده عرابکشان فیض‌آباد درباره گریزانیدن عرابکشی محبوس در راه حبسخانه و این چنین آن دوربینی که گرفته گریختن مرده آن مظلوم را تشکیل کرده است خود اوست. اما هیچ کدامشان نه در پیش او و نه در غیب او از این خصوص لب نکشادند تا که ملایان و حکومت این معنی را فهمیده او را هم به یک بلا گرفتار نکنند. عینی کلیات جلد 7 صفحه 410. عینی با توسط بیان زندگی شخصی ملا امان و احوال او بعد از قتل عرابکش برآمدی اعتراضمندانه او در موسم 10-11 که از کهنه 10 خوران بوده 5 سال پیش از آن که درس‌های مدرسگی را ختم کند استاد فیلسوفش دام الله حامید عرب این مکافات علمی را به او داده بود. در ضمن نقل واقعه و اعتراض نمد سیاه پوشان و شرکت ملا امان در آنها و دیگر مسئله های اجتماعی و سیاسی و علمی و مدنی زمان خود روز تا روز تحولات و تبدلات را در شعور و تفکر و جهانبینی خیش احساس می نماید. او از زبان ملا امان طرزی چطور از طرف آدمان خوشبیگی فریب دادنی نمد سیاه پوشان نمدهای سیاه را از تن آنها کشیده به هر کدام آنها یک جامه پوشانده به عرابه ها 8 نفری سوار کرده به بخارا گسیلانیدنی نمد سیاه پوشان را با تفصیل می شنود
و چطور قتل کردن آنها را این طور بیان می کند. آدمان خوشبیگی از هر عرابه‌ای که به ریگستان رسیده آمده است دادخواهان را با حرمت و نوازش فراورده به ارگ درآورده، در یکی از حوریچه های آدم حبس کنی درآورده، عزت و حرمت آنها خاتمه داده، جامه های پادشاهی را از تن آنها کشیده گرفته، به گردنهاشان جیل، به پاهاشان اشکیل زده، در زیر شکنجه های طاقت ناپذیر کشیدن گرفتند. شبانه بعد از جمع شدن همه دادخواهان در حوریچه ها، از بین آنها جوانتر و جسورترشان را جدا کرده 5 10 به زندان و آبخانه فرستاده، پیش کشته مرده هاشان را نیست کردن گرفتند. یک چند پیر و مسلوق را که به مردن نزدیک رسیده بودند به زندان چارجوی و به بدرگاه قباقلی و اوچاق که در حدود بخارا خیوه واقع است بدرگه کرده فرستادند. بعد از آن با فرمان امیر کله جنبانان و اغواگران را یافته پیش دستگیر کرده به زندان بخارا فرستادن در چراغچی سر شده است. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 429 430. عینی در همان سال تعطیل 1897 باز چندین واقعه های خرد و کلان را در تومن و شهر و دهات امارت بخارا می بیند و مشاهده می نماید. از جمله چنان که از یادداشت های خود او معلوم است، به مثل سالهای پیشینه بعد از ختم تحصیل در هنگام تعطیل در بهاران و تابستان در ماه‌های اپریل سپتامبر به صحرا دهه‌های گوناگونی تومن‌های بخارا و پیش از همه به غژدوان و ساقطری و به تومن‌هایی که در آنها قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم صدری زیا قاضی بود سفر کردن را دوست می داشت. این گونه سفر و سیاحت‌ها، بینش و تماشا و مشاهده‌های دهه و تومن‌های گوناگونی بخارا، جایها و محلهای مختلف، شناسایی با آدمان جداگانه، عائله‌های الهیده، گروه و طبقه‌های متفرق و متضاد جمعیتی، صنف‌های مختلف، اهل دین و مذهب و ملت و خلق‌های رنگارنگ و امثال آنها، دایره دنیا شناسی و دنیا فهمی، آدم شناسی و دانش معنوی عینی را خیلی وسیع می نمودند. بعد از چندین 10 سالها تصویری بدیعی و بهای خاصه آنها را به حادثه و واقعه های در آن سالها و در بخارا تومن و بیگی های آن به وجود آمده در بسیار اثرهای بدیعی عینی دریافت کردن ممکن است. عینی پس از اتمام سال تحصیلی 1896 1897 در هنگام تعطیل هم با قاری نورالله و هم با شریک درسانش میرزا عبدالواحد منظم، عبدالخلیل مخدوم و بعضی دیگر هم سبقانش به سیاحت صحرا می براید. خط سفر و سیاحت آنها بخارا، وابکند، دهه کاتیان، خوجه عارف، غژدوان، بخارا را در بر می گرفت. با واسطه این سفر عینی و آن دوستان و همسفرانش بار دیگر با وضعیت و حیات بسیار گروه و طبقه های مردم، مناسبت های اجتماعی، طرز زیست و زندگانی و حیات مادی و معنوی خلق مهنتکش با طبیعت
و جای و مکان اهالی آن محلهای سفر کردهش شناس می گردد. از جمله عینی پیش از همه در بهاران در آغاز ماه اپریل سال 1897 برای از هوای بدبوی شهر رها یافتن، سلامتی خود را برقرار نمودن، شلپری و کوفتگی های سال تحصیلی 1896 97 را رفع کردن و از هوای تازه سبزه و میسه‌زارها، چمنزار و کشتزارها و ساحل دریای زرفشان نیرو و قوه‌ی نو و تازه گرفتن، به زادگاهش دیهی ساکتری تومن خیژدوان سفر می نماید. در همان روزهایی که عینی به زادگاهش سفر می کرد، امیر عبدالاحد که قریب تمام عمر در کرمینه زیست و زندگانی می کرد، از کرمینه به توی یکی از درباریانش به بخارا آمدنی بوده است. در عین زمان امیر در سری راهی وارد شویش به بخارا نیت کرده است که مزار خواجه عبدالخالق غژدوانی را که چنان که در بالا قید کرده شد یکی از شیخان مشهور عصر 12 حساب می یابد و با سیدان و خواجگان ساکتری قرابتی نزدیک داشت، در غژدوان زیارت نماید. عینی گرچند امیر را چندین بار از دور و نزدیک در رهگذرهای شهر بخارا دیده باشد هم، در این سفرش آرزو می کند که چوکی را که به شرف وی در غژدوان برپا می گردد از نزدیک بیند. بنابراین او برای تماشای رقص و سرود عمومی در پیش دربار امیر در غژدوان خری یکی از همسایگان ساکتریگیش را به عاریت گرفته به تماشای آن چوکی و بزم عمومی و عاموی رفتنی می شود. اما عینی در راه سفرش به غژدوان در دیهه نمدگران از جوانانی همدیهش درک می یابد که امیر عبدالاحد از خوف آن که رستم اشکی نام یک جوانمردی ناترس به او حمله می کند، از غژدوان زود راهی گریز را به سوی بخارا پیش می گیرد. او ثانی تر تفصیل این گریزش امیر را از غژدوان به بخارا در دکان فیضیبای حلواگر از زبان خود این حلواگر می شنود. همین طور با توسط همین بیانات تاریخی عینی و همین دلیل واقعی گریزش امیر عبدالاحد از غژدوان، آیندگان درباره ناترسی، نافرمانبرداری و شورانگیزی غژدوانیان از آن جمله ساکتریان باز یک معلومات تازه پیدا کردن ممکن است. راجع به مسئله از حد زیاد ترسیدن و حتی قاضی، املاکدار، رئیس و میرشب را به سلامش ندرآورده و یا پیشکش آنها را قبول نکرده و ضیافتشان را نخورده، شتابکارانه از غژدوان به بخارا راهی گریز را پیش گرفتن امیر عبدالاحد برای تاریخ خلق تاجیک خبری تازه می باشد. انقلاب فکری در حیات و ایجادیات عینی. فیضیبای حلواگر
در همان آغاز ماه اپریل سال 1897 در همان ملاقات در برابر همان نقل خنده آوری گریختن امیر عبدالاحد از غژدوان خبری نهایت شوم، خبری وفات احمد مخدومی دانش را به صدرالدین عینی می رساند که او این خبر را 1 هفته از این پیشتر از بخارا گرفته بوده است. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 436. عینی از شنیدن خبری فوت احمد مخدومی دانش از زبان فیضیبای حلواگر خیلی غمگین و مهجور و علم زده می گردد. او برای خاطر این استاد روحی و معنویش حولی و باغ و باششگاه احمد مخدومی دانش را که در طرف شرقی قلعه غژدوان در باغچه روی دریچگی نرزالله بای بچه بنا یافته بود و آن خانه را 1 شاخابی رودی پیرمست و 1 کوچه از قلعه جدا می کرد تماشا می کند و پاس خاطری او را می دارد. همانجا جلد 7 صحیفه 437. آن خانه 9 بالاری گچکاری، دیوارهایش کندکاری و نقش و نگارناک و با گلهای گوناگون زیب و زینت داده شده را شخصا خود احمد مخدومی دانش ساخته، گچکاری نموده، زیب و زینت و آرایش داده خیلی آباد کرده بود. جلد 7 صحیفه های 437 438. او با همین بیناکار و سازنده و آباد کننده این خانه، یعنی صاحبی کار و مهنتکش بودنش را به واسطه کتیبه زیرین سقف دیواری پیشگاه آن خانه نیز خیلی انیق و روشن بیان کرده بود که آن گچکاری ها، کندکاری ها، نقش و نگارها، گلها و زیب و زینت ها و کتیبه به خط زرین نوشته شده به عینی تأثیری عمیقی می رساند. خانه 9 بالاری قبض فرومان، یعنی کندکاری و نقشین بوده، گچکاری و دیوارهایش با نقشهای کندکاری و گلهای گوناگون زیب و زینت داده شده بود. نقش گلهایش چنان طبیعی می نمود که کنده گرفتن و بویدنی کس می آمد. در دیواری پیشگاه خانه در زیر سقف در کتیبه بیت زیرین به حلی زرین نقش یافته بود. بیننده یادار از این نقش دلپذیر، کلکی شکسته رفته میر احمدی فقیر. عینی کلیات جلد 7 صحیفه های 437 438. صد افسوس که در دوره‌های ویرانکاری و محوسازی میراث نیاگان و اوج بلند پنتورکیزم آن خانه و باغچه با دست خود ساخته و آباد کرده، آن هنر و صنعتکاری فرزند بزرگ خلق تاجیک احمد مخدومی دانش را در گچکاری، کندکاری، نقش و نگارسازی، رسامی و زیب و زینت‌دهی و امثال آنها همچون بادی سموم از بین ربورده شدند و انسانیت متمدن از آن یک گنجی یگانه پر ارزش و پربها و پرقیمت ابدی محروم گردید. عینی در آن شب و روز پس از شنیدن خبری فوت احمد مخدومی دانش با 1 چند نفر غژدوانی از جمله فیضیبای حلواگر که به احمد مخدومی دانش اخلاص خاصی داشت 3 روز هر بیگاهی به خانه‌ای که احمد مخدومی دانش در وقت سیر صحرا در آن میزیست برای تعزیه
و فاتحه خوانی می رفت و او را یادآوری می کرد. دلیل فوق همین مهر و محبت او را نسبت به استادش پرره تصدیق می کند. یعنی در بین عزاداران و فاتحه خوانان سیرشمار خیشتوان و دیهه های گرد و اطراف این تومن، ملا بچه‌ای از بخارا آمده صدرالدین عینی هم بوده است که در اینجا در زیارت خانه و حولی روی دریچگی احمد مخدومی دانش در حق او 3 شب و روز دعای نیک می کند و با 100 افسوس و یأس و الم از دنیا گذشتنش را به خاطر می آورد. در همان سال 1897 قاضی شریف جان مخدومی صدر ضیا که از بین اهل فضل و متفکران آن دورگی بخارا به احمد مخدوم دانش محبت داشت و به فعالیت علمی و ایجادی او بهای بلند میداد و از تومن جاندار به تومن پیشکوه قاضی تعیین شده بود، نیز یکی از عزاداران فوت این علامه یگانه زمانش بود. عینی بعد تعزیه داری و فاتحه خوانی در حق احمد مخدوم دانش در خیشتوان باز 2-3 روز در ساختری میماند و بعد با همدیهگان خود خیر و خوش نموده با مقصد همدرد شدن با قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا به نزد او به پیشکوه رفتنی می شود. او از بالای خیشتوان راه پیموده راه تومن پیشکوه را از بالای شافیرکام وابکن رامیتن پیش می گیرد. همین طور این 2 مرد فاضل، سابق خوجین و سابق خدمتگار و حالا استاد و شاگرد، قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا و عینی، این خبری شوم وفات احمد مخدوم دانش را همراه میرزا عبدالواحد منظم یک جایه با یأس و الم از سر می گذرانند و تعزیه داری و فاتحه خوانی می کنند. عینی سبب سفر خود را به تومن پیشکوه و چگونگی اوج مهر و محبتش را به احمد مخدوم دانش در روزهای فوت او به طور ذیل بیان می کند. شما گفتار 50 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.